سلام، من مهرداد باقرزاده‌ام و شما دارین صدای ما را از بیاکست میشنوین. خب مهمون امروز ما محمد امین محمدزاده، توسعه دهنده پایتون و متخصص در واقع جورایی میشه گفت ریسرچر در حوزه دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ. محمد امین خیلی خوش اومدی. درود مهرداد جان، خیلی خوشحالم که توی بیاکست هستم و خیلی ممنون از دعوتتون. پیش عید همه بچه‌ای هم که دارن گوش میدن مبارک باشه و امیدوارم که سال خوبی داشته باشن. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. ما هم خیلی خوشحالیم که تو رو داریم و حالا از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی خیلی ممنونیم و عید تو هم مبارک. خیلی یادآوری خوبی بود و حالا همه شنونده ها امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشیم. خب محمد جان، دیگه شروع کنیم بدون فوت وقت. درباره خودت بگو یکم، از اینکه از کی شروع کردی، الان دقیقاً یک حالا دید کلی نسبت به خودت اگه بتونی به ما بدی خیلی خوب میشه. خب من کلا قضیه در واقع آشنایی با خود کامپیوتر رو که من دیگه اولین کامپیوتری که من خانواده برام تهیه کردن سالش حالا نمیتونم الان بگم دقیقا، ولی خب برمیگرده به کلاس اولم، در واقع 6 سالم بودش و اونجا اولین برخوردای من با کامپیوتر بودش. حالا قبلش هم خیلی کم یه خاطراتی دارم ازش، ولی خب اولین کامپیوتری که داشتم و حالا بقیه هم خواهر برادرام هم استفاده میکردن اونجا بودش و خب از اونجا من دیگه اکثرا بازی میکردم یا حالا با یک سری نرم افزار خیلی پیش پا افتاده کار میکردم. یواش یواش خب هی بیشتر آشنا شدم تا اینکه دیگه خب رسیدم به اوایل دوره راهنمایی. خیلی بیشتر شد علاقم. خب من قبل از اون مثلا یک سری نرم افزارهای خیلی راحتی مثلا آفیس رو مثلا باش آشنایی داشتم، کار میکردم و آنچنان برام چیز عجیب غریبی نبودش. اما خب از کلاس هفتم در واقع اول راهنمایی، حالا یا اول همون دبیرستان، دوره اول که بخوایم بگیم، من خب در واقع کلاسام آنلاین شده بودش. خیلی بیشتر با کامپیوتر درگیر شدم و خیلی بیشتر باهاش سر و کار داشتم و خب یواش یواش اینطوری بودم که چقدر خوبه، مثلا بیشتر دارم کار میکنم، بیشتر سمتش هستم و خیلی لذت میبردم از کار کردن باهاش. تا اینکه پس علاقت رو همون حالا توی دوران بچگی پیدا کردی، درسته؟ آره دقیقاً. من علاقه از همونجا شروع شدش و یواش یواش متوجه شدم به این حوزه، در واقع به خود حالا کامپیوتر بخوایم کلی بگیم علاقه دارم. خیلی جالبه و حالا من میخواستم بگم که خیلی جالبه، من حالا با بقیه هم صحبت میکردم، اونا هم همینطوری بودن و حالا یک تجربه مشابه تو رو داشتن حالا از همون 5-6 سالگی. من خودم شخصا محمد امین اینطوری نبودم، واقعا نمیدونم چرا. من واقعا اصلا اینطوری از 6 سالگی حالا اینطوری باشه، نمیدونم که چطوریه. جالبه. آره من یکی از اتفاقا دوستام هم هستش که اونم کلا تا در واقع اگه شما نکنم 13 سالگی میگفتش یا 14 سالگی کلا مثلا آشنایی با کامپیوتر نداشته، ولی خب الان یکی از بچه خیلی حرفه‌ای در واقع بک‌اند و خیلی هم حرفه‌ای داره کار میکنه. آره خیلی برای خیلی اتفاق خیلی هستش، یعنی همچین در واقع نمونه‌هایی و خب مهم اینه که در آخر هممون الان اینجا هستیم و داریم حرفه‌ای کار میکنیم. خیلی جالبه و آره تقریبا میشه گفت درسته. حالا الان که حالا فکر می‌کنم که تو پای 11 هستی، درسته؟ بله دقیقاً. خب الان دقیقاً تو چه حوزه‌هایی کار میکنی؟ حالا حوزه‌هایی که تمرکز داری روشون الان بیشتر، حالا راجع به حالا کارهایی که الان کردی حالا در ادامه صحبت میکنیم. الان بیشتر تمرکزت رو چیه؟ من در حال حاضر که در واقع میشه گفت 2 سال حالا 2 سال و نیم میشه گفتش که من یواش یواش وارد در واقع بچه‌های پایتونی شدم و آره به قول گفتنی میگن که کلا ما 2 دسته آدم داریم، یا اونایی که پایتون کار میکنن یا اونایی که پایتون کار نمیکنن. به خاطر اینکه خیلی‌ها میگن که حالا پایتون مثلا بچه دبستان و مهد کودک و اینجور چیزا که میرن مثلا میخوان کلاس برنامه‌نویسی میرن بهشون پایتون یاد میدن و منم همون اوایل که شروع کرده بودم یه همچین کلا وضعیتی داشتم.
اما من خب با پایتون کارم شروع کردم. حالا تو مدرسه زبانهای دیگه هم بودش ولی اصل قضیه پایتون بودش. یواش یواش اومدم جلوتر. خب وب رو یک مقداری چشیدم، دیدم آنچنان حالا یه مقداری با بکندش مثلا حال میکردم و اومدم روی بحث حالا یک مقداری شبکه آشنا شدم باش، دیدم اونم نه، تا اینکه رسیدم به هوش مصنوعی و یه مقداری تحقیق کردم، یه مقداری متوجه که شدم دیدم خب یک حوزه هستش. اولا اون ریاضیه توش هستش، چون من خودم به شخصه به ریاضی علاقه دارم و خوشم میاد از این که تو مسائلی که حل میکنم ریاضی هم یک طرف قضیه باشه. مثلا تو هوش مصنوعی که حالا جلوتر بهش اشاره میکنی میگه حالا خب یه بحثش اصلا آمار احتماله و خب من اول از همه کلیتش فقط میگفتم هوش مصنوعی و کلا روز و شبم در ارتباط هوش مصنوعی بودش و تحقیق میکردم که ببینم از چه طریقی وارد بشم. اما خب در واقع اولین تجربه‌ای که من از ورود به هوش مصنوعی داشتم یک دوره، یک کورس توی یوتیوب بودش که در ارتباط ماشین لرنینگ بودش، یک سری حالا رگرشن و از اینجور چیزا بودش، کلاسیفیکیشن و اینجور چیزها. و در حال حاضر هم من ماشین لرنینگ کار میکنم و یک چند وقتی هم میشه که وارد دیپ لرنینگ شدم، یادگیری عمیق. در حال حاضر حالا شبکه‌های عصبی هستم، نورال نتورک تا اینجا اومدم جلو. ولی خب به هر حال حوزه هستش، میدونی مرداد، حوزه‌ایه که من صادقانه بخوام بگم به خودم زیاد جرئت نمیدم بگم مثلا من الان یک سنیور هستم تو این حوزه، چون که واقعا خیلی قدرتر از من هستن، خیلی خیلی. و من یک تازه کاری هم که واقعا فقط خوشحالم که با این حوزه آشنا شدم، چون خیلی دنیای بزرگی هوش مصنوعی، خیلی بزرگه دیگه، حالا همه بچه‌ها باش آشنا هستن. آره واقعا حالا این دیدت هم خیلی دید خوبیه. یکی از حالا در واقع اساتید منم همینو میگفت، همیشه میگفت که حالا توی کاری که وارد میشید سعی کنید که ادعا نداشته باشید اون اوایل، چون ممکنه که حالا آسیب بزنه واقعا، مثل یک چجوری بگم، مثل یک حباب. و حالا این دیدی هم که داری خیلی دید جالبیه. یک موضوعی که حالا میخواستم مطرح کنم، تو اشاره کردی به اون ریاضیاته و اون علاقه‌ای که داشتیم. الان راستش رو بخوای خیلی از حالا من دوره هایی که میبینم و این تبلیغات هایی که توسط خیلی از افراد میشه، حالا چه داخلی چه خارجی، سعی میکنن که بیان این حالا مباحث هوش مصنوعی و حالا موارد مرتبط بشه مثل دیپ لرنینگ و به قول خودت ماشین لرنینگ و اینا رو بیان سعی کنن که جلوه بدن بدون حالا استفاده از دانش ریاضیات و با این حالا ترفندا بتونن حالا مخاطب بیشتری جذب کنن. فکر می‌کنی که این چه آسیب هایی رو میزنه و چقدر اصلا مهمه این بحث ریاضی داخل حالا خود هوش مصنوعی؟ حالا توی مبحث LLM ما مثلا میگن که در واقع توی آمار احتمال یک بحثی هست به نام حالا احتمال شرطی، احتمال شنیدی، میگن که خیلی مثلا حالا تأثیر زیادی داره. فکر می‌کنی که چه تبعاتی میتونه داشته باشه این حالا جلو بردن بدون توجه به اون بعد، یعنی در واقع بدون توجه به اون بعد ریاضیاتی که این مدل ها دارن؟ آره گرفتم چی. آره من خیلی ها هستن که میگن ما مثلا هوش مصنوعی کار میکنیم ولی فقط بحث حالا در همین حد که چند تا کتابخونه‌ای مثلا بلدن و یک کدنویسی. ببین خب هوش مصنوعی اصلا اصل کارش زمانی که شروع شد ریاضیدانایی بودن که اومدن یه مقداری همون دهه در واقع سال 1960 62 اینطورا یواش یواش استارتش خورد، اومد جلو تا یواش یواش دیگه رسید به سال 1980 اینطورا. اصلا شروع این کار اکثریت دانشمندایی که تو اون حوزه بودن همه اولا اینکه بن و ریشه‌شون برمیگشت به حوزه ریاضیات و دوما البته همین الانم نمونه‌اش هم من بخوام بگم الان پدر هوش مصنوعی خب دیگه همه میشناسیمش، اون هم همینطوره دیگه. و اصلا خود هوش مصنوعی و خب اصلا خود هوش مصنوعی اصلا تمام الگوریتمایی که داریم میبینیم، تمام متدهایی که استفاده میشه همش از ریاضیات شروع میشه. حالا اینکه یه عده‌ای میگن مثلا ریاضیات استفاده نمیشه، من نظر خودم اینه که ببینید میشه بدون ریاضیات جلو رفت. من خودم هم این اشتباه رو کردم. من زمانی که شروع کردم به ریاضیاتش دقتی نداشتم و فکر نمی‌کردم در این حد بتونه مفید باشه برام. ولی مشکلی که شما میخورید اینه که
هوش مصنوعی خب محدود نیستش اصلا و هر روز هی داره فرق میکنه. مثل همین انقلابی که چند وقت اخیر افتاد، دیپسیک کاری کرد، برنامه نویساش کاری کردن که اون الگوریتمایی که مثلا چت جی پی تی استفاده میکردش شاید یه مقداری بدتر، حالا نمیشه گفت بدتر، تو یک سری از پارامترها ضعیفتر بودن از دیپسیک و خب بعد یواش یواش بقیه هم خودشون رو رسوندن و نمونهش همین بود و الان هوش مصنوعی هم همینه. و حالا بحث اینه که چه تبعاتی داره. مهمترین اتفاقی که میفته اینه که شما تو این سیل عظیم هوش مصنوعی، از نظر من بخوام، یعنی نظر خودم اینه که به نظر من غرق میشید. چرا؟ چون که ببینید الان تمام رخدادهایی که داره میره جلو، تمام اتفاقهایی که داره میفته، همه اینطوریه که به یک مشکلی میرسن، به یک در واقع یک بنبستی میرسن و بعد اونجاست که متوجه میشن خیلی خوب حالا ما باید بیایم یک نوآوری بکنیم، یک کاری انجام بدیم و کسی نیست که بتونه ادعا بکنه من نوآوری انجام دادم در حوزه هوش مصنوعی که توش اصلا ریاضیات استفاده نشده. چرا؟ من میتونم بیام اینو بگم که من از کتابخونه‌های مختلف استفاده کردم، اومدم این کار انجام دادم، ولی هیچ وقت نمیشه گفت مثلا یکی از ساده ترین مباحث در حوزه یادگیری ماشین توی بحث رگرشن ها، مثلا در واقع لینیر رگرشن یا همون رگرشن خطیه، همون جبر خطی که تو دبیرستان هممون خوندیمش و خب کاری نداره، یه ارز از مبدأ یه شیب خط دیگه، اینو همه میگن متوجه میشن، ولی خب این ساده ترین مطلبشه. وقتی جلوتر بریم میرسیم به انتگرال، میرسیم به دیفرانسیل، میرسیم به یه سری از مباحث که خب خیلی فرق میکنه قضیه. و من در حال حاضر، حالا بعضیا میگن که مثلا تا اونجا که مثلا بخوای برسی به این قضیه، ولی به نظر من همین که از همون اولین قدم ها تو بیای محکم اون قدم ها رو برداری و خیلی خوب جلو بری، خیلی بهتر از اینه که تا اینکه مثلا برای مثال بعد از مثلا 1 سال که کار کردی تازه بفهمی آقا مثلا توی شبکه‌های عصبی، توی مثلا کلاسیفیکیشن، تو همه اینها ما ریاضیات داریم پشتش، اصلا این ریاضیاته که مثلا شرکت ها دارن الان از کسایی که ریاضی بلدن استفاده میکنن توی کارهاشون. و حالا یک سری شرکت ها هستن حالا میگن که نه ما مثلا همچین کار نمیکنیم، ولی خب شرکت هایی که الان پیشتاز هستن در این حوزه هممون میبینیم که اینطوری هستش. کاری که مثلا الان خب میاد مثلا اوپن ای آی انجام میده، میاد دانشجوهای ارشد یا دانشجوهای حتی کارشناسی، کسایی که کسایی که پایه ریاضیات خیلی خوبی دارن و از هوش مصنوعی هم سر در میارن، میاد اونا رو استخدام میکنه و ازشون استفاده میکنه، یا کاری که گروک انجام میده و خیلی از مثالهای دیگه که داریم میبینیم. بنابراین من نظرم اینه که اون اتفاقی که میفته اینه که اون پیشرفته یا اتفاق نمیفته اگر همه در واقع متخصصای حوزه هوش مصنوعی بخوان ریاضیاتو بذارن کنار، این پیشرفتی که الان داریم میبینیم اتفاق نمیفته. و دوم این که توی حوزه فردیش رو بخوایم ببینیم 100% به نظر من غرق میشی تو این سیلی که داره میاد سمت تو، چون به راحتی تو میتونی رو این سیل موج سواری کنی، رو این موج سوار بشی و بیای جلو، که به نظرم یک پات روی ریاضیات باید باشه و خیلی خیلی تاثیر این پایه در واقع همه جا حرف اول رو میزنه. و حالا راجع به اون نکته هم که گفتی که حالا خیلی از حالا این شرکت هایی که پیشتازن تو این زمینه میان و همچین افرادی رو میگیرن به جای حالا اون کسایی که فقط حالا دانششون در حد دانش سطحی است. خب خیلی آره درسته و منم خیلی نمونه هایی رو دیدم حالا توی ایکس ای که الان در واقع مدل جدیدشون هم تقریبا 1 ماه پیش عرضه کردن، خیلی از عکسایی که منتشر میشه از محیط کاری ایکس و حالا ایکس ای به طور حالا ویژه‌تر می‌بینیم که اصلا اکثر دانشمندان حالا کره‌ای و چینی و بعضا ایرانی و افرادی هستن که حالا تو این پیور ساینس و ریاضیات و اینا واقعا پایه قوی دارن و کارها رو از لحاظ تحقیقاتی میبرن جلو. خب خیلی عالی بود. حالا یک مورد دیگه که خیلی دوست دارم باهات صحبت کنم، حالا یکم فاصله بگیریم از این بحث حالا تخصصی دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ و تجربه که داشتی تو این زمینه، این که من نگاه میکردم تو توی المپیاد نجوم هم فعالیت میکنی، خیلی برام جالب بود که حالا چطور حالا به عنوان یک دانش آموز که توی رشته فنی هست
فعالیت میکنی و الان حالا مرحله اول هم فکر می‌کنم پذیرفته شدی و نوشته بود که داری برای مرحله دوم آمادگی کسب میکنی. اول که تبریک میگم بهت و دوم یه توضیح حالا کوتاهی راجع به این موضوع هم آره من راستش از همون بچگی کلا من حتی زمانی هم که میخواستم انتخاب رشته کنم میخواستم یا برم ریاضی فیزیک یا بیام کامپیوتر، به خاطر اینکه به هر دوش به مقدار بسیار زیادی علاقه داشتم و از همون بچگی یکی از تفریحاتم نگاه کردن کلا به آسمون بود. خوشم میومد کلا از رو هوا بودن، من خیلی خوشم میومد و خب این همینطوری با هم بودش. همین الان هم دارم تلاش خودم رو میکنم که سعی کنم پروژه‌ای انجام بدم که بتونم حالا تو حوزه نجوم، تو علم نجوم باشه یا علم اختر فیزیک یا هر چیز دیگه. و خب این قضیه هم از در واقع کلاس هفتم هشتم با من بودش. یه سری کتابایی میخوندم، جلو میبردم، حالا به خاطر یک سری مباحث سنگینی که بودش گاهی اوقات زورم نمیرسید، تا اینکه رسید کلاس دهم. و خب آره، یکی از چیزایی که همه تعجب میکنن، حالا مثلا همه میگن که تو که مثلا هنرستان میری، خب حداقل میرفتی المپیاد مثلا کامپیوتر، میرفتی مثلا المپیاد چه میدونم مثلا اقتصاد و کارآفرینی یا همچین چیزی که مثلا یه مقداری حالا منابع شاید کمتر باشه، چون همه المپیاد به هر حال سختی خودشون رو دارن. ولی خب من علاقم همین سمت بود. کلاس دهم شروع کردم، ولی خب زیاد زمانم اونقدر زیاد نبودش. مخصوصا خب به هر حال در برابر بچه ریاضی فیزیک واقعا خیلی دارن تلاش میکنن. من تو تابستون هم یک چند هفته پیششون بودم. خیلی خیلی واقعا حرفه‌ای میرفتن جلو و واقعا حقشونه. و خب من کلاس دهم نتونستم زیاد کاری زیادی انجام بدم دیگه. یواش یواش رسید تا به امسال. من تو تابستون یه مقداری خوندم، یک مقداری سوال حل کردم، اینا انجام دادم. خوشبختانه تونستم مرحله 1 رو پشت سر بذارم تا اینکه دیگه الان رسیدیم به مرحله دوم و خب تو فروردین ماه هستش و امیدوارم که بتونم خوب پیش برم. و من همیشه کلا برام خیلی جالب بود، به خاطر اینکه نجوم کلا به من حس خیلی خوبی میده. یعنی خود نجوم، حالا فیزیکش رو بذاریم کنار که بشه اختر فیزیک، خود نجوم از همون بچگی خیلی به من حس خوبی میداد و همیشه هم بچه‌ها تعجب میکردن به خاطر اینکه مثلا تو به عنوان یک دانش آموزی که کامپیوتر داری میخونی و خیلی هم هستن که خب اصلا از فیزیک خوششون نمیاد توی کامپیوتر، و تو چی جوری مثلا داری اختر فیزیک رو میبری جلو، نجوم رو میبری جلو. و همیشه بچه‌ها این براشون عجیب بود، برای خودم گاهی اوقات عجیب میشه. ولی خب این علاقه‌ای که میگم از بچگی باهام بودش و خیلی خیلی علاقه دارم مثلا جایی هم ببینم که یه بحثی باشه در ارتباط نجوم. حتی تو اتوبوس تا حالا برام پیش اومده چند تا سمت خانوما نشسته بودن داشتن صحبت میکردن، بعد من شنیدم، گفتم که مثلا خانم میتونم در ارتباط فلان چیز اظهار نظر بکنم، اجازه دادن، منم وارد بحثشون شدم و میگم انقدر دوست دارم تو این حوزه صحبت بکنم در ارتباط علم نجوم و حالا اختر فیزیک که واقعا با اشتیاق هر جایی باشه قبول میکنم، صحبت میکنم و سعی میکنم که بیشتر یاد بگیرم. اینو میخوام بهت بگم که همین الانش هم که اومدی تا اینجا و حتی اگه مرحله اولم قبول نمیشدی، همین که تو این فضای قرار گرفتی، همین که تونستی اون علاقه رو دنبال کنی، شاید یک دنیای بی‌نهایته. و یک حالا چیزی هم که گفتین که حالا خیلی‌ها مثلا میگفتن که حالا چون تو هنرستان هستی و حالا اگه المپیاد هم میخوای شرکت کنی، حالا سمت کامپیوتر یا حالا ریاضی یا هوش مصنوعی که امسال اضافه شده، خیلی خوبه واقعا که خودت محدود نکردی به این موضوع. این خیلی الهام بخشه، حداقل برای من و برای خیلی ها، که نباید فکر کنن که چون توی رشته خاص درس میخونن، حالا نه لزوما در دبیرستان، تو دانشگاه وجود داره، بیان و خودشون محدود به اون کنن. من خیلی از افراد دیدم که الان توی رشته پزشکی تحصیل میکنن، توی حالا اون MD 7 ساله اولشون هستن و دارن توی حالا زمینه دیتا ساینس حالا کار که نمیکنن، خیلیشون هم هستن کار میکنن، ولی خب خیلی فعالن و خیلی جاها توی خیلی از کامیونیتی ها میبینمشون و خیلی الهام بخشه که میبینم خودشون محدود نکردن به خاطر اینکه بگن چون رشته ما کلا مرتبط نیست بیخیالشن، و این خیلی خوبه. مهان امین، اگه برمیگشتی اول راهت و حالا تو مسیر حالا پایتون و دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ که
خودت اشاره کردی، خب خیلی قطعا اشتباهاتی داشتی، همه ما اینو داشتیم. اگه برمیگشتی اول راهت چه توصیه‌ای به خودت میکردی؟ به اون حالا بچه حالا کلاس هفتمیه رو نمیگم چون شاید احساسات خیلی بتونه غلبه کنه، ولی به اون حالا کلاس دهمیه که با اشتیاق تا شروع میکرد چه توصیه‌ای براش داری برای ادامه راه؟ آره، منم خیلی خیلی چیزایی بوده که الان مثلا به خودم میگم کاشکی اینطوری بودش، کاشکی فرق میکرد. فقط اول از همین رو بگم که واقعا همه بچه‌ها تو هر حوزه‌ای که هستن، اگر یک جایی میبینن توی یک جمعی حالا کمتر میدونن یا مثلا یک چند قدم عقب‌تر هستن، واقعا اصلا اعتماد به نفسشون رو من فقط میتونم بگم از دست ندن، چون برای خودم خیلی اتفاق میافتاد. من مثلا دیدم یک جایی مثلا تو اون جمع کمتر میدونم، اصلا دیگه حرف نمیزدم، خیلی خیلی اعتماد به نفسم کم میشد. یکی از اشتباهاتم واقعا همین بودش و گاهی اوقات باعث میشد اصلا تو یک سری از مثلا وبینارها نرم، همایشا نرم، این سری کلاس‌ها رو شرکت نکنم. تو حوزه خودم رو بخوام بگم، بهش حالا قبلش هم اشاره کردم، این رو بگم که بچه‌ای که میخوان حالا برن تو حوزه ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و کلا حالا هوش مصنوعی، اینو بهشون بگم که بچه‌ها، من این تجربه شخصی خودم اینه، ریاضیاتش رو بچه‌ها شروع کنید، از همون اول شروع کنید، جدی بگیرید، سعی کنید اصلا برید ریاضیات عمومی مثلا دانشگاه رو ببینید، تمرین کنید. و واقعا این که مثلا بگیم که مثلا ریاضی کاربردی نداره، اینا واقعا بچه‌ها همچین چیزی نیستش. کلا حتی بیرون از هوش مصنوعی، ریاضیات کلا باعث میشه خب به هر حال قدرت حل مسئله‌مون اوکی بشه و تقویت بشه. و خب کامپیوتر همش حل مسئله است دیگه، هی یک سره ما داریم هی دیباگ میکنیم، هی به ارور میخوریم و اینو داریم اوکی میکنیم. این یه موردش. و یک مورد دیگه هم این که بچه‌ها پروژه خیلی 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 پروژه بزنید، سعی کنید پروژه‌های ریز بزنید، اصلا پروژه خنده‌دار بزنید، یک چیز بزنید که اصلا بقیه بهتون بخندن، ولی فقط پروژه بزنید. من خودم همین الان حتی تعداد پروژه هایی که انجام دادم خیلی خیلی نسبت مثلا به این که مثلا میگم 2 ساله دارم هوش مصنوعی کار میکنم، خیلی مثلا 2 ساله دارم پایتون کار میکنم، خیلی مثلا کمه. و سعی کنید این پروژه رو خیلی بزنید. من در تا اون بحث ریاضیات هم که گفتم یه مثالش رو بخوام بزنم، یکی از دوستای خودم ارشیا، حالا اسمشون برام اگر اینجا گوش دادش، ارشیا خودش آدمیه که واقعا یکی از بچه حرفه‌ای، ارشیا مشایخی، فامیلیش مشایخیه، ارشیا خودش خیلی حرفه‌ایه تو حوزه دیتا ساینس. و از همون اول من هر وقت با ارشیا صحبت میکردم، ارشیا اینطوری بودش که یه گاردی داشت نسبت به ریاضیات و میگفتش نه بابا اصلا ریاضیات کیلو چنده، اصلا ریاضیات ما نیاز نیستش بلد باشیم. و تا اینکه بعد از مثلا 3 ماه 4 ماه که اومد جلو، به این نتیجه رسید، به من گفتش محمد امین من به حرف تو واقعا الان رسیدم. یعنی خودش خیلی از من حرفی تر بودش، ولی تو این قضیه ریاضیات گفت نه واقعا درسته کاملا. و کاملا الان اینطوریه که مثلا هر مبحثی رو میخواد ببره جلو، اول ریاضیات رو، اون ریاضیاتی که پشت اون مبحث هستش رو میره یک سرچی میزنه، یک نگاهی میکنه و یاد میگیره و بعد وارد اون میشه. و من خودم هم خب این اشتباه رو داشتم. اون 2-3 ماه اول اصلا انگار تو ذهنم نبود کلا که آقا این هوش مصنوعی، آقا این مثلا ریاضیات داره و حواست باشه به ریاضیاتش. فقط اینطوری بودم میرفتم تو یوتیوب، میرفتم توی سایت‌های مختلف، دوره میدیدم، کورس میدم، تمرین میکردم و خب تموم بود. میگفتم ایول من مثلا یک مبحث جدید یاد گرفتم تو هوش مصنوعی. و میگم این بحث ریاضیاتش رو خیلی جدی بگیریم بچه‌ها، خیلی خیلی مهمه. و نکته آخرم این که، یعنی تجربه آخرم هم این که سعی کنین با اون بچه‌هایی که از شما بیشتر مثلا توی این حوزه هستن و تجربه کسب کردن بیشتر ارتباط بگیریم. من یه مقداری کلا 1-2 سال مثلا قبل از اینکه وارد هنرستان بشم، دایره ارتباطاتم خیلی کوچیک بود، مخصوصا توی مدرسه هم اصلا اهل این نبودم زیاد مثلا چیز باشم که با همه دوست باشم و اینا، مثلا چند تا دوست مشخص داشتم. و خب وقتی که وارد هنرستان شدم، یواش یواش خودم رو منطبق کردم. خب آداب معاشرت هم خوب بوده، ولی این که مثلا خیلی راحت با همه صحبت کنم برام سخت بود.
و من واقعا اینو بچه‌ها بهتون میگم که خیلی این تاثیر داره که با آدمایی صحبت کنید تو حوزه خودتون که مثلا چند قدم جلوترن، مثلا چند سال بیشتر تجربه دارن. حتی برین مثلا با پست داک توی این حوزه صحبت کنید، باش صحبت کنین، بگین چالشاش چیه، چه چیزایی هستش تو بهمون پیشنهاد میکنین، چون خیلی تاثیر داره. مخصوصا تو حوزه هوش مصنوعی نمیگم حتما باید در واقع اون علم آکادمیک رو داشته باشید، ولی خب خیلی از سرفست ها هستش که مثلا الان داره تو ارشد تدریس میشه یا مثلا داره توی دکترا روشون کار میکنن و خب خیلی با این آدم اگر صحبت کنید خیلی به دردتون میخوره اون اطلاعاتی که ازشون به دست میارید. و من خودم به شخصه الان همین 3 موردی که گفتم هی دارم هر روز به خودم اینو تکرار میکنم که اینا رو اصلا تکرار نکنم، چون خیلی خیلی باعث میشه که بهتر برین جلو و خیلی بهتون کمک میکنه. حالا یک موردش در ارتباط کلا هوش مصنوعی بودش، اون 2 مورد دیگه هم که کلا توی خود بحث کامپیوتر و این رشته هستش و خب رشته های دیگه هم حتی شاید باشه، ولی خب تو کامپیوتر که خیلی بیشتر. همون دایره ارتباطی خیلی مهمه محمد، که خیلی واقعا اشاره درستی بود بهش. این انزوای، حالا من شنیدم که خیلی پشیمونن و الان حسرت اینو میخوان که اگه برمیگشتن اون انزوا رو نداشتن. و خب حالا اون پروژه و اینا هم که قطعا حرف اولو میزنه، این که آدم حالا اوپن باشه و بیاد بگیره چیزای جدید و واقعا نترسه، این که اعتماد به نفس داشته باشه، خیلی نکات جالبی بود و حداقل میتونم بگم من لمس کرده بودم اینا رو و خیلی خوشحال کننده است که دوباره مستم میشم. توی حالا زبانایی که الان کار میکنی که دیگه پایتون رو بیشتر دیگه روش کار میکنیم که به دلیل حالا آره دقیقاً فانکشناش توی هوش مصنوعی. بعد حالا من میخوام حالا یک موضوع رو مطرح کنم که از حالا شنونده‌های قبلیمون اپیزود 2 که ما صحبت پایتون آورده بودیم، به من گفته بود که تو میدونی که راه پولدار شدن توی پایتون، نه راه پولدار شدن کلاس ها توی پایتون چیه؟ کلاس ها، آره بگم اسپویل کنم؟ فکر کنم بگی آره بهتر باشه. لیست یعنی چیزی زنم هست ولی بگو. آره بگو. بگم آره ارسپری خیلی خلاقانه. آره کلا ببین در تو با پایتون کلا خیلی حاشیه مرداد. من میگم همون زمانی هم که جلو می‌بردم مثلا بچه‌هایی که مثلا یارو سی پلاس پلاس کار میکرد به من میگفتش تو چی میگی مثلا با این سینتکس بچگانه، مثلا سینتکسی که میرن واسه اون کسی که تازه میخواد برنامه‌نویسی شروع کنه، میگن تو اینجا اومدی مثلا صحبت میکنی. آره این حرفا خیلی در تو با پایتون زیاده و آره ولی خب الان دیگه تاثیر و حالا اون قدرتی که داره دیگه غیر قابل انکاره دیگه، حداقل. آره دقیقاً. آخه اصلا پایتون هم کلا مهمترین نکتهش کتابخونه هاشه. خیلی ها فکر میکنن مثلا کنده چون که بده، مثلا سینتکسش خیلی ساده است کامپایل بشه، مثلا اینا خیلی زبون بدیه، ولی اصلا اصل قدرت پایتون به همون کتابخونه هاشه. حالا توی هوش مصنوعی ما که کلی کتابخونه داریم، تو کلی حوزه مختلف و خب تو هر حوزه هستش. حتی مثلا تو حوزه اندروید هم من چند تا از دوستام کار میکنم، مثلا تو حوزه اندروید هم کتابخونه داره، اما خب کمتر استفاده میشه و در کل خیلی حوزه هستش. و من همین الان از همین ویوکست خودمون دارم اعلام میکنم کسایی که خواهشن همچین طرز تفکری دارن یه مقداری تفکرشون رو خواهش میکنم ازشون باز کنن، ازم وارد حالا مباحث دیپ لرنینگ بشن. اون موقع میفهمن که حالا سینتکس ساده و اینا شاید کمترین چیزیه که باید انتظار داشت. آره دقیقاً. چون ببین الان مثلا تو هوش مصنوعی ما زبان‌های دیگه هم هستن، حتی زبان جاوا اسکریپت هستش، خب جاوا هست، آر هستش برای دیتا ساینس و دیتا خیلی مخصوصا، حتی سی پلاس پلاس هست. اما اصل قضیه اینجاست که ببینید کلا خود پایتون برای محاسبات خیلی استفاده میشه و خب هوش مصنوعی یک بخشش کلا کلکیولیت کردنه، محاسبه کردنه و این خیلی مهمه. خیلی مهمه. به خاطر همین هم هستش یک از پایتون استفاده میکنن کلا. آره حالا اینم دیگه یک در واقع میشه گفت چی بگم، یک پاسخ شاید قانع کننده برای اینایی که حالا اینطوری من خیلی میشنوم و حالا توی شبکه‌های اجتماعی هم واقعا زیاد. خب محمد جان اگه نکته‌ای
حرفی چیزی از قدم افتاده میتونی الان بگی؟ خیلی 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 بازم تاکید میکنم خوشحالم که واقعا همچین آدمایی مثل تو هستن مهرداد که همچین پادکستایی درست میکنن انقدر باحال و واقعا دمت گرم، پرقدرت ادامه بده. و در آخرم این که فقط این که بچه‌ها اعتماد به نفس داشته باشین و انگیزتون از دست ندین تو هر حوزه‌ای که هستین. خیلی خیلی این قضیه مهمه، انگیزه. و اینکه سعی کنید شبانه روز یاد بگیرید، چون من واقعا خودم یک دورانی بسنده میکردم به اطلاعات قبلیم و خیلی ضربه میخوردم و این یادگیریه خیلی خیلی به نظرم مهمه، مخصوصا توی کامپیوتر، حالا هر بخشیش که میخواد باشه. در آخرم خیلی خیلی ازت ممنونم مهرداد، خیلی خوشحال شدم که اینجا بودم، تونستم تو این اپیزود کنارت باشم و امیدوارم که بچه‌هایی هم که گوش دادن و گوش دارن میدن خوششون اومده باشه و امیدوارم که بیشتر تو رو ببینیم مهرداد و بیشتر در واقع پادکست های بیشتری رو ازت بشنویم و اپیزودهای بیشتری رو در واقع بیرون بدی و ما رو خوشحال کنی. خیلی ممنونم ازت مهرداد. قطعا همه حالا استفاده رو بردن. منم خب شخصا خیلی ازت ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی و خیلی استفاده کردیم. حداقل شخصا من شاید گاهی اوقات هدف واقعا این نیست که مثلا حالا منتشر بشه، واقعا خیلی داستانای خیلی الهام، حالا این کلمه الهام بخش خیلی الان دیگه برای ماها وایرال شده و ما خیلی استفاده میکنیم ازش، ولی واقعا همین، یعنی واقعا الهام بخشه، واقعا این که میگی اعتماد به نفس داشته باشید، واقعا شاید چجوری بگم، واقعا روح آدمو تکون میده که این دیگه باید عوض شه. و خب این موضوع با حالا وجود آدمایی مثل تو ممکنه. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم محمد امین جان و خیلی ممنون از همه کسایی که تا این لحظه همراه ما بودن و در اپیزود 4 اگه اشتباه نکنم، حالا اونقدر زیاد نیست که دستم در بره ولی خب یادم رفت، فکر می‌کنم 4 دیگه در خدمت ما بودن و حتما توی حالا شبکه‌های اجتماعی، توی حالا پلتفرمایی که ما پادکست رو منتشر می‌کنیم در واقع همراهی کنن و اونجا دنبال کنن ما رو که حالا اپیزودهای جدید رو دست ندن. و همین دیگه، سال نوتونم مبارک، امیدوارم که بهترینا توی سال نو براتون رقم بخوره و همین دیگه، شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.